هموطنان عزیز، رفیقان، گنرال ها و افسران و سربازان، ما امروز 80 سالگی غلبه در جنگ دوم جهان را با افتخار و پاسداری از خاطره نیکی فرزندان تاجیکستان با کارنمایی و قهرمانی های آنها در مبارزه با فاشیسم هیتلری تجلیل می نماییم. به مناسبت این سنه مهم تاریخی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، سابقه داران مهنت، شخصانی که در آن دوره وزنین در عقیبه زحمت کشیدند و کل مردم تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم.